حاجتخانه زنانه است. میدونم، من باید اینجا رو تفتیش کنم. شما دیوانه هستید؟ بله دیوانم. داو زود داو. اکای فرهاد، اکای فرهاد، اکا جان. من به این طرف میروم، تو به اون طرف رو. دوزی از همین سبب میگریزی؟ چه خیل دوست؟ من دوست نیستم. اگر دوست نباشی از اون آدمو چرا گریختی؟ کاری تو چی؟ گم شو از پیشم. مایلش رفته اون آدمو رو کپ میزنم. نه این کار رو نکن. ایستو. این طرف سیر درخت است. اگر اونجا رفته گپ زنیم تو رو نمیبینند. نیست گریخت. میابیم. حداقل در کجا بودنش رو میدونیم. با کدام سوراخی پنهان شود هم او رو میابیم. حالا هم به من نمیگویی؟ چرا؟ برای چی از اونها گریختی؟ چی با من این خیلی نگاه میکنی؟ پیش خودت را نگاه کن. من به تو نگاه ندارم. دیگر کار ندارم. جانو کار رو رسوا نکن زهرا. من مجبور هستم. تو مجبور نیستی، من مجبورم. تو جگر پرم رو از من کنده گرفته ایستاده. زنی سر پولی افتم گفته از اینجا رفته ایستاده. چیکار کنم؟ یا با تو در اینجا پوسیده روم؟ عذاب کشم ها؟ تو مرا چطور دوست میداری؟ عشق نمیپوسم. دلت رو گوش کن. تو مرا تا حال دوست میداری. این کارو نکن. نرم. التجا میکنم. حیاتی بهترین را از سر میگذراند. در مکتب‌های بهترین میخواند. آخر این همش برای بهبودی کودک. نرم. او را از من نگیر. زهرا، برای بهبودی کودک. برای خوشبختی جانان. فراموش نکن. اوف، خنک خوردم. برای ایستادن یگان جای باید بیابیم، وگرنه یخ کرده میمونیم. من یگان جای رفتنی ندارم. اگر تو داشته باشی رو. جای رفتن دارم، اما نمیدونم در کجاست.
تا سحر در اینجا میگردیم. یگان جای خوب یافتن لازم وگرنه پلیسا دستگیر میکنند. برای جای ایست پول لازم است و من پول ندارم. من دارم. خیلی خوب، دورتر از اینجا مهمان خانه است. رفته در آنجا ایست. پس تو در کجا خوب میکنی؟ نمیدونم. من به تو پول میدهم اما با یک شرط. اگر پگاه به من یک سروغه را یافته دهی به تو پول میدهم. پول جای استقامتت را هم میسپارم. اما مهمان خانه. اینجا با عاقل خانه مانندی دارد همینجا می ایستیم. پس تو عاقل خانه را تماما ندیده ای. شکر کن که اینجا را یافتی. بسیار خوب. دغل تو خودت دغل. تو به همه گپ جواب ندهی نمی شود. اینجا مکانی میکروب است. وای به من نگاه کن. اینجا جای من است. رو از اینجا. دیگر جایو. دیگر جای نیست. من چیکار دارم؟ اینش رو من فکر نمی کنم. کنی از اینجا رو. دخترم بیا اینجا خواب کن. بحری دخترم نزدی من بیا. کرپا رو دقت کرده با درونش در اومده خواب کن. زنی رحم دیل بوده است. تشکر. پدرم مرد. و دیوانه از خطار خودش را پرتفته نمیمورد بسیار خوب میشود. چی طور به مادرم میگم اکا؟ چی خیل بعد از پدرم وای هم نیست میگویم. اکا چی طور اکا هم نیست میگویم. اکا جان نموری.
ایست، در راه کسی هست. با فکرم مرده است. نه، حالا نمرده است، لیکن کمتر پس احتمالیت مردن را دارد. کو بردار، گرفته با ماشین میبرمش. بردار. بگیر. رفتیم. تاتام بین با تو چی تیار کردم. یکی از طعام‌های دوست داشته‌ات. 2 ساعت که از حجرت نبر آمدی قریب بود که خنک شود. جانان حالا هم خوب است. مادر 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 جان خیلی گریخت. پس چرا نداشتی؟ چی خیل دارم و خیر دختر کلان است. قریب بود که مرا میزد. با کجا رفت؟ نمیدونم. ممکن نزدی مادری زیست سیریشتش رفته باشد. نزدی مادرش؟ از کجا میداند که مادرش در کجاست؟ تو گفتی ها؟ چی گپ است؟ چرا داد میزنه؟ چی؟ مادر 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 اوید در کجا خواب کردی؟ در همینجا در حجره مردانه. از اینجا باید زودتر بیرویم. آنها میدانند که ما در کجاییم. اگر ما رو پیدا کنند همه ما رو میکشند. چیکار میکنیم؟ ممکن است که آنها در ایستگاه باشند. ما پول هم نداریم. در آخر از اینجا باخبر میشن. مادر جان باید زودتر بیرویم. اگر یابند همه ما رو میکشند. برایم شاید به ماشین های بارکش برویم. آنها هم پول میپرسند. مییابم مادر جان. انشالله وای آدمان ما رو نیفته من پول مییابم. برای نیکی شبانمی ندارم. چه خیلی که دیروز مصلحت کردیم من به تو سراغ رو مییابم تو باشه به من پول رو میدی. تو ما رو مسخره نمیکنی ها؟ به نام خدا که من تو رو مسخره نمیکنم. تو سراغه رو انیق کن، من به تو پول میدهم. پول زیاد داری یعنی؟ بله دارم، به خدا که دارم. گوش کن، من رو به قسم خوردن مجبور مکن. قبول کردنی باشه قبول کن، وگرنه من دیگر کس رو مییابم. خیر شد سراغ رو دی.
رانده میتوانی یا نه؟ کنی رفتیم؟ گریه نکن دادم جان. چرا گریه میکنی؟ بین مادرم بیمارند. اگر تو گریه کنی باز بیمار میشوند. دخترم کودک سخت گریه کرده ایستاده است. شیر دهی نمی شود. اپرا شیرم تمام شده است. میشد البته میمکندم. از چی سبب شیر تمام شده است؟ آی بس آی. گوش کن گریه نکن. اکای فرهدم بیاید تو رو سرزنش میکند. خدایا حالش بد می شود. زودتر هی کن. زودتر. با تو چی شد؟ جانم درد میکند. کی تولد کردی؟ دیروز. باوریم نمیآید. این چی گپ؟ دیروز تولد کرده امروز برابر اومدی. زنک مگر تو عقل داری؟ من چیکار دارم؟ خوبم. مرا گوش کنید. به فکرم زنکی در مهمان خونه بوده کسل شده است. یک مرتبه رفته بینید ثواب است. خیر من رفتم. مادامی که ثواب دارد برای چه خودت یاردم ندادی با عقل؟ ای کمتر ایست. نفسم گشت. عصبی نشوید. آنها را دستگیر میکنید. البته حتما. آخر نمیدونم. این خیل باشد برای چی به من نگفتی؟ اگر میگفتم به نزد کسی دیگری میرفتی. به این پول احتیاج دارم. فهمیدی؟ فهمیدم رفتیم. بگو دیدیم لیکن گوریخ. دستگیر کردن نتوانستیم. مغلا بودهشون امیکن. جای گریز ندارم. حتما دستگیر میکنیم. اگر دستگیر نکنی به سر میمانی. برادر داشتن او چی شد؟ حاضر رفته او رو همه بینیم. یافته نیست کنه. گوش کن میمیش. اگر جانت شیرین باشد این کار را حل میکنی. احمق ها. زودتر جوان در حالت مرگ است. لطفاً زودتر. احتیاط کنید. زودتر شاید او را از دست بدهیم. لعنتی. چی شده که میمیش؟ نمرده است. مربری خزیده رفت است. نه خود کماندیر قلیج ما رو میکشد. احمق باز به عقلی کرده حقیقت رو نگویی. نه نمیگویم.
انا همین خیال بچه از قطار خودش را پرتفته مرد ما جسدش را یافته به چاه پرتفتیم فهمو؟ مالش فهمیدم اکنون رفتیم حداقل باقی مانده‌اش را دستگیر کنیم بیمار کار نمی کند شما کار نکنید مجبور شویم کار میکنم و کار قبول کنم خوب میشود در خانه اشون میستم اکای فرهدم و مادم را از اینجا میگیرن کار نکنید مادر جان نکنید میدونم میوید ما را گرفته میبرد چه حال دارد؟ مگر ضرری جدی گرفته است؟ سرش ضربه سخت خورده است و از بینیش خون آمده ایستاده است. چی گفتن میخواهی؟ خونروی عادی باشد بی‌ضرر است. خونروی معاینه سر باشد خطرناک است. با راستی؟ چیزی گفته نمیتوانم. فهمو تشکر. تو سببگار هستی و این دروغ گفته تو مرا معیوب میکنی من یکان گپی دروغ نگفتم گفتی همون طرز رفتارت معنای دروغگویی را دارد تو یکان مراتب دروغ نگفتی کی را میجویی گفتم هیچ چیز نگفتی مادرم را جستجو دارم مادرت را؟ بله در کجا بودنش را نمیدونی؟ نه در وقت کودکیم رفته است اما چه گپ شدنش را نمیدونم او را یگان مرتبه ندیدم شد گریه نکن حتما او رو میابی گریه نکن واه 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 پولی بسیار داشته است حسابی نمی کنید؟ نه به دفتر نویستم خبردار شوید دفتر پر شده ایستاده است میدانم و پرداخت میکنم فهمیدی؟ کی؟ در روزهای نزدیک جانم در روزهای نزدیک جانکم تو مسخره نکن به نزدیکی مدیر تو را از اینجا با چوب میراند البته تو را همراهی من هی بسیار گپ نزن میسپرم یک طرفی است خدایا توبه کردم به این خیل آدمان سلامت باشید پول نیست روید از اینجا من گدو نیستم پس کی هستی؟ اگر قبول کنید همینجا روزانه کار کردنیم خوراک میپزم طبق رو میشویم با همین احوال بوف کنم میغلطی آخر من مجبورم کودکایم گرسنه پول ندارم خواهرم من شما را به کار گرفته نمیتوانم لیکن به شما کمتر خوراک میدهم وگرنه از پا میافتی و به سر ما بلا میشوی گذر اینجا شین این خیل باشد به دخترم کمتر خوراک دهید گذر دخترم ای خدا با حرمت ان همین عاجزان مرا از همان زن خلاص نما قرضهایش را سپارد که مرا از کار نراند آمین دخترم با تو چی شد؟ پدرم در جنت گرسنه و تشنه نمیشوم آنجا خوب باشد
آنجا خوبتر است. خوبتر. اگر برای پدر دعا کنی بسیار خوب می شود. شما نمیخورید؟ تو بخور، من سیرم. شکر خدا که خونروی معاینه سر نبوده است. خونروی عادی بوده است. کای به گپ می‌دراید؟ سرش کمی ضرب خورده است. حالا نمیدونم. من در کجایم؟ تو در بیمارخانه. تو را از راه یافتم. احوالت خوب است؟ با تو چی شد؟ چیزی در یادت هست؟ سلام جوانی خوب. من گنرال آرتورم. نام تو چی است؟ من نمیدونم. نمیدونم نامم چیست. آروم شو. خودت رو غمگین نکن. این خیال شدنش رو تخمین کرده بودم. شاید معاینه سرش آسیب دیده است. احتمال صحت شدنش هست؟ خدا میدوند. من عموما چیزی گفته نمیتوانم. تو جوان اینجا مهمان ما میشوی. در اینجا تو را معالجه خوب میکنم. غم نخور. انشالله شفا میابی. غمگین نباش. مادر افوشان. نیم ساعت وقت داری. بعد از 45 دقیقه باید به قصر پریزنت روم. گبزن چی مسئله؟ امریکایی ها جناب وزیر. به آنها چی شده است؟ حجت های قلبکی زمین ها را حاضر نمودند. چطور؟ از روی خبرهای گرفته‌امون برمی آید که وزیر و گنرال های انتخاب کرده یک گروه سیاستمداران زمین های دولتی را تحت نام های قلبکی از خود کردند. گروه سیاستمداران روی خط این شخصان را به دست آورده است. پاره‌خورها و صاحبان زمین این دو روی خط یک می باشد. نباید این طور شود. متاسفانه عملی شده است. البته این فرصت را استفاده می برند. یک لحظه. آنها کی هایند؟ شهروندان؟ نه، شهروندان نیستند. حربیان از قرارگاه شتاب ناتو. افسران گنرال آرتور می باشند. اگر خاطره این جوان برقرار نشود این به فایده ما خواهد بود. کارمندان طبی ترک را تاکید کنید که او را خوب نگاه و بین کند. اطاعت سردار. همان حجت مهم چی شد؟ آماده است؟ بله آماده است. میتونم به شما پیشکش کنم. تشکر. امیدوارم شمشیر به زودی کشیده نمی شود. کسی که اولین شده شمشیر را کشد انا همون غالب می شود. باید چاره جوییم. بعد از ضربه افسران همه کردیت و کمک پولی ها بلای سرمان می شود. پرزیدنت در این حالت هیچگاه نمی بخشد. چیز آن روی خط را از دستشان گرفته می توانیم؟ گرفته نمی توانیم. اگر گیریم هم یگان نفعی ندارد. تا حاضر ممکن است یک چند نسخه تیار کرده باشد. این طور باشد به ما نسخه لازم است که یگانه باشد.
تنها آنها داشته باشند یا اینکه یگان حجتی را به دست آوریم تا که آنها ناراحت شوند. این نمی شود. جناب وزیر، این می شود، حتی یگانه روی حل است. این را کرده می توانیم. بله کرده می توانیم. اگر همش عیان شود سببگار جنجال نمی شود. این کار را رسمی شتاب باید کرد. با استفاده شخصی مخفی، شخصی که با ما یگان علاقه نداشته باشد، در وقت لازمه این کار کرده توانیم و حتی نیست کرده توانیم. آید این کار خودت را ذکر مکن، برای آنکه بالا از تو طلب شهر با 200,000 بنا را داره. تو با شهر مشغول باش. ما کار شخصی مخفی را حل میکنیم، کار پادشاه را نیز حل میکنیم. خوش، کار را شروع کردی؟ خدا مددگار، خدا مددگار. چی شد؟ مرا دیده خرسند نشدی؟ جناب هردون، سکوت علامت اقرار است. انا بعد مرا در اینجا بسیار میبینیم. اکنون من هم اینجا هستم. در انقره؟ بله، در انقره. بعد اتمام کاری که با هم کردیم، درسترش تو نتوانستی و من به آخر رساندم. تو فکر میکنی که زمین را به تو داده خود در سرحد پاسبان میشود؟ حاضر وقتی پیشروی است. چقدر پیش رفتنم را تو هم میبینی. اگر به من اطاعت نمایی تو هم پیش میروی، اگر رد نمایی تو را در پایگاه انشاءات دفن میکنم. آیا میدونی که نظامیان قانونی دارند؟ پایان به بالا خدمت می نماید، وگرنه جزای مأموری جاری کرده می شود. این نگاهت را عوض نما که به من معقول نشد. به یگان اعتراض هر چه گویم آن را اجرا می نمایی. طلا را هر خیل که خواهی استفاده بود، لیکن وقتی که من از تو پول خواستم در وقتش دسترس نما. به یگان نازانست. مشکلی وجود ندارد. سبب غمگینی هم تشریفی تو نیست. خیر؟ دخترم. با دخترت چی شد؟ گریخته است. مادرش را یافتن میخواهد. یک محله با نام درینجی است که جوانی هم در آنجا گذاشته است. من باید به آنجا روم. خدا، در درینجا آدم دارم. اگر خواهی دخترت را یافته به تو میآرد. امروز تو به آنجا رفته نمیتوانی و من لازم هستی. در 3 ساعت به من پول لازم است. لیکن چی لیکن؟ این کار لیکن پکی ندارد. با تو چی گفتم؟ مقدار معین طلا را به پول عوض نما. خلاص. فهمیدی؟ فهمیدی؟ نام دخترت چی بود؟ تو تا حال نامی مرا نمیدانی. از دیروز تا امروز با هم گشتیم، لیکن تا حال یک بار هم نامی مرا نپرسیدی. خیر، از کجا دانم؟ من نپرسیدم، تو هم نگفتی. من هم از تو نپرسیدم، لیکن نامی تو را میدانم. نامی تو آیت است. از کجا میدانی؟ اوف، مردها همش میخیلند. نامی من جانان. فهمیدی جانان؟ فهمیدم، لیکن تو نامی مرا از کجا میدانی؟ وقتی که با مادرت گفتگو میکردی شنیدم. از همون وقت میدانم. به این مغازه در آمده میپرسی. شاید یکی از همین خانه ها باشد. ای دانا، لحظه گفتگو با مادرش را فراموش کرده است. خواهرم، خودت را خسته کرده کار را جستجو مکن. در اینجا کاری روز به یافت نمیتوانی. تبدلات شد، به حاکمیتی پایدار بود و شکرانه خدا که همش گذشت. خدا نگه دارد. بیهوده مگر کودکانت را خسته مکن. اگر خواهی این را از من قبول نماوو، مگو که به من کاری افتاده. نه، من گدا نیستم. میدانم از حالت عیان است. برای کودکت بگیر، اگر دلش اگان چیز خواهد میخری. نه، تشکر. تشکر.
بدبختی که به سر ما آمد مرا از این اسیانه می نگاه دار. ای خدا، یا جانم را بگیر یا با من صبر عطا نما که از ناامیدواری ها می ترسم. ای خدا، قاتل حمزه را خودت نابود نما، نابود نما. به خاطر روی حضرت حمزه جزای همه‌شان را بده. بحری، بحری، بحری دخترم. Selvinin dalları boyundan uzun. Selvinin dalları دخترم تو گوشم مادر جان گوش کنیم بسیار خوب خونده صداست. ölmeden görseydi رفتیم دخترم مادر کتر گوش کنیم. O yari gözüm, o yari gözüm. دخترم زود باش. Koyun kuzu kurban aman aman. Ay دخترم زود باش. Yak taraf biz, yak taraf işte. Bir zaman مادر جانم نیستدم. بله دخترم گریز. اکرات را دریافت کن. شما چی نمیره گریز گریز دخترم گریز. زود باش. Isto! Doktor Isto! Dal! Dal doktor رو دستگیر نما! پسرت کجا شد؟ کجا شد گم زن؟ خواهیم بکش. کشی هم نمیگویم. اما شوهرم را کشتید. شوهرم را کشتید. این چه ظلم است؟ مگر شما مسلمان نیستید؟ از ما چی میخواهید؟ من تو میگویم گم زن مگر نمیکشم. کش بکش تا که نزد شوهرم روم. در کجا بودن فرزندانم را نمیگویم. بکش. پسرم کفایه است.
شما را گوش میکنم. چی مشکلی دارید؟ اولا قبول این را خواهش می نمایم. این چیست؟ اگر این چیز به من معقول نباشد دانسته باش که به بلا گرفتار میشوی. من فکر می کنم که به شما معقول می شود. این چی گپ؟ تو به من پاره پیشنهاد کردنی هستی؟ تو با واسطه من به سربازی رشوه دادن میخوای؟ این چی گفتنی گپ؟ از کجا به تو اینقدر پول؟ این پول های تو است یا اینکه تو؟ محترم وزیر، پول برای من نیست، برای شما نیز نیست. این پولی ملت برای دولت و راهبرمان است. تو با این چی گفتن میخواهی؟ شف نگفته حقیقت رو گپ زن. جناب، یک چند وقت است که فکر خدمت خوب نمودن به وطن و راهبرمان را میکردم. تیاری دیدم و با دوستان وا خورده این پول را جمع کردم. چخیلی که میدانید کشورمان در عرصه جهانی دارای درجه پست معیارهای عکسیه‌های پولی را دارد. اگر برای انکشاف این معیار استفاده میکردید خیلی ممنون میشدم. البته شما راهی بهترش را میدانید. لطفاً قبول نمایید. این خیلی باشد. اگر من این پول را قبول نمایم تو از من یگان چیز میخواهی. البته که برای خیره نمیدی، همینطور نیست؟ محترم وزیر، نیتم به وطن، به راهبرم خدمت کردن است. مثلا؟ اگر تصدیق نمایید در امنیت وظیفه گرفتن میخواهم. چی؟ تو چی میخوای خودت میدانی؟ مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و امنیت تو باوری داری؟ شرط این وظیفه وزنین میباشد. هنگام خطاگی سرت را بای میدی. البته میدانم، با سرم، روحم و وجودم. التماس قبول کنید. لطفاً قبول نمایید. جامدان اینجا ایستد و تو از اینجا رو. اطاعت جناب وزیر. بشین. چی میگویی؟ وای بسیار خواهش دارد. استفاده برده میتوانی؟ میبینیم. مادر جان التماس. مادر جان شما هم نمیدونید. کودک داشت وگرنه میپروندم.
مادرجان. بهری دخترم نترس. مالی استفاده شده رو نمیگیریم. ببخشید. این قلبکی نیست، حقیقی است. میدانم خواهرم حقیقی است و نگرفتن من نیز از روی همین است. میبینم که در حالی وزنینید و مالی مظلوم را گرفتن خوب نیست. به خدا که پشیمان نمیشوم. اکا این رو باید فروشم. بیا دخترم. خواهرم یک لحظه بیایید با شما یک شرطنامه کنیم. چی نمود شرطنامه؟ این پول انگشتری گیر. نه، طلا در شما ایستد. من گرفتن نمیتوانم. اکا شما مرا خطا فهمیدید. من گدو نیستم. مرا خطا نفهمید. من این خیل نگفتم. این برای رضای خداوند است. میدانم که گدا نیستید، اما در حال وزنینید. این پول را همچون قرض گیرید. هرگاه توانستید برمیگردانید. گیرید. مبادا وفات کنم، پرداخت کرده نتوانم. خدا نگاه دارد. این خیل نگو. هنگامی این حالت من راضی هستم. حلالت بود. خدا فرزندانت رو نگاه دارد. تو نیز برای فرزندانی من دعا کن. همینش برای من کفایه است.
خدا از شما راضی شود. از تو نیز. انگشتری با شما امانت ماند. وقتی که قرضم را پرداخت کردم باز میگیرم. اگر من آمده نتوانم فرزندانم آمده میگیرند. اگر آمده نتوانیم فروخته پولش را به خود گیرید، وگرنه پول را نمیگیرم. خواهرم اگر این خیل باشد این امانت را نگه میدارم. هرگاه که در کار شد آمده گیر. خواهرم التماس برای فرزندانم دعا کن. رفتیم دخترم. زهرا بر میگردم. قصد پدرم را میگیرم. زهرا کمتر صبر کن. همش خوب میشه. چه حال داری جوانی خوب؟ با فکرم صحت شده ای؟ شکر. آنه را در یاد داری؟ نه این چی است؟ وقتی تو را یافتیم در کیسه کستی اومد بود. تو یا خود را از قطار پرداخته ای یا تو را تیله داده. در حقیقت در یاد نداری؟ نه در یاد ندارم. با کرس گروه فرستاده این حادثه را معین کرده می توانی. حادثه؟ یگان حادثه در یادم نیست. امیدوارم با یادت خواهد آمد. صحت شو عجم. عجم؟ تا انیق شدن حقیقت یا برقرار شدن خاطره تو را عجم نام میبریم. با این نام به تو شناسنامه تیار میکنیم. عجم؟ کاش که نامی کهنه را به یاد می آوردم. تشکر. عجم. نیافتید این چی گپ؟ ناوده براها میمیش فقط از تو نابکاریت را میشنوم. حاضر گفته هایم را نویس. جانان اربش 12 ساله. دختر را پیدا کنید. دختر را نزد من بیارید. اگر یگان ضرر رسد همتان را نابود میکنم. ظفر! از جواب نجوم. راکا شما کیستید؟ ها؟ سلاحش را گیره. خودش را به ماشین بر. اوف این چی گپ برادر؟ این چی گپ؟
چی شد برادر؟ باز یک تای دیگر را یافتن در کار. کی رو؟ یک دختر به نام جانان اربش، آدمی کماندیر کلیش بوده است. کوچه درست، رقمی در نیز درست است و فکرم همین خانه است. مادر کجایید؟ و فکرم در خانه نیستم. اوف کجایید؟ مادر؟ خوش آمدی دخترم. یک طرفی؟ سلام اپای آیشه. سلام. اجاره نشین تو زهرا را پرسیدند. مشتری هایش بودند؟ به مشتری مانندی نداشتند. یک دختر و یک پسر. و کجا رفتند؟ خانه ایت را نشان دادم، آنجا رفتند. اگر مادرت در حقیقت در اینجا زیسته باشد، اینجا را ترک کرده است. یعنی رفته است. چه خیل می رود؟ من سالهای طولانی این روز را انتظار بودم. اوف مادر. مادر جان، من آمدم. شما در کجایید؟ هی نگاه کن چی افتاد. تنی به من ده. این بلوختکی من مانند است. مادرم نیز بر خودشون از دختکی من گرفتن که مرا فراموش نکنم. میدانستم که مرا فراموش نکردند. شما در اینجا چی کار میکنید؟ در اصل شما در اینجا چی کار میکنید؟ اینجا خانه مادرم است. چی؟ آن فریبگر مادر تو است؟ مادرم را این خیل نگو، او را دشت نامده. و شخصی که پول اجاره‌اش را نسپارده است از تمام مغازه ها قرضدار است، باز دزدی میکند، دشنام حسابیده نمیشود. وای نوبکار تو را برای باقی مانده لباسهایش را گرفتن اینجا فرستاده؟ وای در کجاست؟ گپ زن. دستم را سرده درد کرد. سرده دورا؟ ما هم او را جستجو داریم. این دختر تا حال مادرش را ندیده است. در خردسالیش او را ترک کرده است. مرا ترک کرده است گوی؟ منو تو را شرمنده کرده رفت؟ دخترم بهوده مادرم گفته کافتکاب نکن، وای آدمگری ندارد، و تو هم نیکی نمیارد. گپت را دانسته گوی، وای مادری من است. چه خلکی نباشد مادرم است. جانان گفتگی دختری 12 ساله را پیدا کنیم یا آن زن با کودکایش. کی را کافت و کاف کنیم نمیدونیم. ای برادر، جانان همونه که با پسری انوای زن یک جوی گریخت رفت تمام باشد. این ناممکن است. کماندیر کلیش گفت که او شخصی نزدیکم است. ندونم، وای دخترکم 12 یا 13 ساله بریم بود. هی بخشش، گپتان را گوش کردم و فکرم این مرد درست گفته ایستاده است. تو چی گفتم میخوایی ها؟ زنی با کودک یک دخترچه داشت که 5 یا 6 ساله بود. درست میگویی؟ بله، حتی دیروز ما یک جای بودیم. در کجا؟ چی؟ برای بیاد آوردنم باید کمتر یاری دهی. بازیر تو را ایستا باید درست میگویم. اگر خطا بیاد آری نتیجهش خوب نمی شود. خاطره من بسیار خوب می باشد جان. خیلی خوب. اکنون گپ زن. آنها در کجایم؟ در مهمان خانه دیگر. گریه نکن دادر جون. بین مادرم بیمارم. تو چی کار کردی؟ مادر جان دادرم حقش رو افلاس کرده است. یک لحظه
دختره که 12-13 ساله همراه انوای زن بود یا نه؟ برای بیاد آوردن یاری دیگه. این دفعه با این خاطرسان کردم رو میخواهی؟ نه جانم، شوخی کردم. همراه بود لیکن از اویله وی زن نیست. دختره بگانه می باشد و مردم اینجا مانندی ندارد. رفتن؟ چایهایشون چی می شود؟ اینجا مانند می نوشد لیکن حساب رو به نام آنها نویس. به نام آنها می نویسم. اینها دیوانن چی؟ خدایا توبه. ای به من نگاه کن. چی؟ گریه نکن. با تو چی دخل دارد؟ شنیدی در حق مادرم چی گفت؟ شاید اون مادری تو نباشد یا اینکه سراغ خطا شده است. این چی؟ این هم خطا است. من این رو در رسم مادر خونه دیده بودم. وقتی که من کودک بودم در دست من بود. این هم خطا است. من چی دونم؟ تنها فکرم رو گفتم. بین در اینجا رسم مادرم رو دارم. چی شد؟ همیانم رو گم کردم. همیانت رو گم کردی؟ بله، در کجای افتیده است؟ یعنی تو پول نداری؟ به من دروغ گفتی، همیده؟ درست، دیگر پول ندارم، با تو دروغ گفتم. احمقی دروغگو. ایست کجا می روی؟ مرا در اینجا تنها مگذار. ایست من برای این خیل گفتم مجبور بودم. اگر این خیل نمی گفتم با من نمی اومدی. ایست مادر جان، دادرم همه جایش رو بدبوی کرده است. انسان کشا میگویم. بری زود باش بیرون شدی. گفتم کشا. برادر استید اینجا اومد. استید نجوم در اینجا یک زن با کودکش بود. کجا شد؟ این خیلی راستش رو گوی. دروغ نگو. اگر راستش رو نگویی میکشم. شما خدا نمیترسید در جون شخص نیست. داد نزن. بیشتر آنجا. خدا با من یاریده. با دخترم یکم کاری بد نکنم. پروردگار من از این پس انسانی خوب نشم. ها میگویی رفتیم زود باش. آن کودکش در آنجا. نترسید رفتم. بیا دختر بیا. احتیاط شد.
صبح بخیر. صبح بخیر. عذر که تو را بیدار کردم. امروز همراه بسیار کار داریم. همراه کار؟ بله. آخر یک عمر در اینجا نمیمانی کو. اینجا بیمارخانه است. نمیمان خانه. مرا از اینجا میفرستید؟ بله، اما به جای دور نمی روی. شناس شو. این کس بیل. از این بعد به تو این شخص در داخل قرارگاه یاری می دهد. با او همراه میستی و او هر چی گوید به جا میاری و از گفته‌هایش بیرون نمی برایی. فهمو؟ روز بخیر. سلام. این رو گیر. از حادثه‌ای که در اینجا رخ داد به کسی نگو. کسی که اوید این زن پرسان شود رفتن میگویی. فهمیدی؟ فهمیدم. نترس، آرام باش. به خود بیا. به خود بیا، نترس. وای آدم ما را میکشند. میدانم. من آنها را روان کردم. گپی دروغ گفتم. به قطار سوار شده رفتن گفتم. رفتند. خدا از تو راضی باشد. خدا از تو راضی باشد. کسی که نباشد همین کارو میکرد. دیروز همراه شما یک دخترک بود. کجا رفت؟ ها؟ با پسرم اومده بود. یک سراغه را جستجو داشت. سراغه؟ سراغه کی؟ نمیدانم کی را. به فکرم مادرش را. مادرش را؟ ایس، من خسته شدم. خب من اما همینجا میشینم. تو کجای رفتنی باشی؟ رو یک رو. خودت یک رو. تو یک روی حقیقی هستی. تو هم همین خیل هستی؟ میمون. خودت میمون. من سخت گرسنه شدم. من هم. چیکار میکنیم؟ نمیدونم. تو چی خیلی پسری؟ باید یک چیز فکر کنی. این کاری من نیست. من راننده میباشم، نه حمال. کاری من این خلطه رو به اینجا گذاشته رفتن میباشد و دیگرش کاری تو است. من تنها این خلطه ها رو چطور میکشونم؟ من چی کار دارم؟ تو انسان نبودی. صدقه آدمگری شو. توف بر این آدمگری. توف مردنت بی. خدای، اکنون اینها رو چطور میکشونم؟ اکا من میکشونم. پسر جان تو رو از اینجا. حالا کودک هستی. باز بسرم بلا نشوی. رو از اینجا. بس اینو سالم نگاه نکنی. من بقوت هستم. همش رو میکشونم. پسر رو از اینجا. با 200 لیره همش رو میکشونم. تاریک نشده همش رو باید داخل مغازه کشانی. تو تا میکشانی که سحر میشود. سحر تاریک نمیشود. با فرو رفتنی آفتاب همش رو میکشونم. کنی سر کن. ایستا. اگر تا فرو رفتنی آفتاب همش رو کشانده نتوانی بود، یک دانهش در بیرون ماند، نصف پول را 100 لیره میدیم. من راضی. ایستا. حالا تمام نکردم. اگر یکی از خلطه ها شکاف شود 100 لیره را نیز نمیدیم و به بالایش تو را میزنم. انا میتم. مایلش. اگر راضی باشه کنی سر کن. واو. اوه، این لباس لایق خودت بوده است. کنی این را به سرت گذار. بالته سفید خنداور باشد هم، اما زیبیده است. اینجای خواب است. میتوانی به راحت استراحت کنی.
اما از سحر شروع کرده از صف بیمارا میبروی و به صف خدمتچیان میدروی. خدمتچیان؟ معقول نشد؟ یا با این لباس بی رتبت به جای گنرال آرتور نشستنی هستی؟ نه تنها میخواستم که فهمم. به فکرم این روی مالچه توفه است ها؟ ندانم، در یادم نیست. آهسته آهسته به یادت می آید. حالا استراحت کن، من بگاه می آیم. همراه به خوراک شام می رویم. فهمم. Devam edin. Head. Apoya Drossis. حرکت نکن. راستیش. سلام کمانده، به کلبه ما خوش آمدید. جناب وزیر، باید کمتر زودتر. من نمیدونم. تو باید پیش از فرو رفتن آفتاب میکشوندی، لیکن نصف آفتاب فرو رفته است. برآمد خودت بین و از همین سبب نصف پول را میدهم. فهمیدی؟ حالا شام نشده است. تنها نصف آفتاب فرو رفته است. اگر تمام آفتاب فرو رود بعد شام میشود. نه اینطور نیست. من گفته هایم را در یاد دارم. برآمد ببین، نصف مانده آفتاب نیز فرو رفته است. ولی من اینقدر زحمت کشیده کشوندم، به من رحم کنید. در وقتش من هم عذابی سخت کشیدم، لیکن یگان کس به من رحم نکرد. گپ را کوتاه میکنم. اگر به نصف پول راضی باشی میدهم، وگرنه از اینجا برآمده رو تا که من دکان رو محکم کنم. به من کار دارم، میفهمی؟ کار دارم. مالش پول رو دهید. ایستا حالا باید از نظر گذرانم خلطه شکاف شده است یا نه. مرا فهمیدی؟ این چی؟ خلطه رو سوراخ کردی؟ دروغ نگوی، من خلطه رو سوراخ نکردم. نگاه کن، فرش پر از آهک شده است. یک خلطه آهک چند پول می شود میدانی؟ کاری کرده ات رو بین.
برای تو پول نیست. شامگاه منو دیوانه میکنن. دار شو از اینجا. بایفزاد ها رو ببینید، همه جاش آهک شده است. برای 100 لیره دروغگویی کردن چی لازمش؟ تو چی گفتن میخوای خر بچه؟ نگوریز اینجا بیا. نگوریز گفتم اینجا بیا. دیدی او رو چه خیل زور زدم. دیدم چه خیل زدی. بسیار کاری خوب کردی. رفتیم. این همش تنها یک فریب و نیرنگ بود، لیکن دوام دارد. از این بعد تو را وظیفه مخفی منتظر می باشد. اگر از عهده این کار برآمده توانی، به کارمند مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و امنیت قبول می نماییم. وگرنه سرت از تنت جدا می شود. گپ زد. من آمادم جناب وزیر. مفید فهمان. افسران قرارگاه ناتو حجت مهمی که به ما لازم بود دسترس نمودند. هنگام رای پرسی عمومی خلقی آن حجت را استفاده برده مانع دموکراتیک کنانی دولتمان می شوند. اگر آن حجت را فعالانه استفاده برند راهبری تو به کرسیش نشسته نمی تواند و هم سرقانون هم راه برد و مسئله رئیس جمهور رد کرده می شود. این حجت برای ما بسیار مهم است. این حجت در کجا باشد؟ در قرارگاه گنرال می باشد. فقط مشکلی ما تنها به دست آوردن آن حجت نیست. تنها حجت را به دست آوردن بی منطق است. کی میداند تا امروز چقدر نسخه های آن را برآورده باشد؟ بله. در این حالت ما هم باید حجتی به دست آوریم که امریکایی ها را به مشکلی دچار کنیم. خلاصه این است که به مافیای امریکایی ها ترک ها را وارد سازیم. آن همین طور. درست. در اصل وظیفه گنرال آرتور در سال 2015 پایید مسئله ارمن ها تیار نمودن پلن نصر می باشد. در برابر مسئله ارمن ها حجت های را آماده ساختند که در دولت ترکیه عثمانی دولت سیمی پرقوت موجود بوده است، لیکن آنها این حجت ها را مخفی نگاه می دارند. ما باید این حجت ها را به دست بیاریم و این وظیفه تو می باشد. کی به وظیفه شروع نمایی؟ با دقت باش. اگر کرده نتوانی سرت از تنت جدا می شود. از آن ما هم اگر این همه خوش و در مطبوعات چاپ شود شرف همکاری امریکا و ترکیه داغدار می شود. سرم فدای کشور و راهبرم. من وعده میدهم که از عهده این وظیفه برآمده و شما حجت دست است. وظیفت مبارک بود. آن حجت رو دسترس نمود و همچون کارمند امنیت و مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و کار شروع نمود. مخلوق زیر صورت به خشم آمدم. کاش که من هم به سرش میزدم. معلش من گرسنگی رو فراموش کردم. من هم. پدر به شما وعده میدهم که یک روز نه یک روز حتما قصد شما را میگیرم. حتما. آها این رفیق ما آماده شده است. کمی رفتیم همراه خوراک میخوریم. رفتیم. وای مادرم و خواهرم امشب هم در اینجا ایستان میشود. من در بیرون خوب میروم. پولش رو به شما پگاه میدیم.
البته امشب و پگاه شب هم در اینجا خواب کرده میتواند. شما هم میتوانید در اینجا ایستید. آتشدان حجرتان پر از آتش میشود و از خنکی خواطر نشوید. پولش رو پرداخت کردن، دیگر پول لازم نیست. کی پرداخت کرد؟ مادرم؟ نه، کسی دیگر. متاسفانه با خواهش او کی بودنش رو گفته نمیتوانم. اکنون به حجرتان روید. تشکر به شما. آنها استراحت کنند، آتشدان را درگیرند، خنک نخورند، پول را فکر نکن. فهمو. مادر جان، مادر جان. باید پسرم آمدی. وجودم درد میکند. باری در کجا؟ نمیدونم، تماما ندیدم. بای در اینجا بود. تو همینجا ایست. گوش کنید، خواهرکی خوردی هم گم شده است. او را ندیده؟ بیرون برآمد. نمیدونم، رفتنش نیم ساعت شد. اگر کماندیر کلیش فهمد که ما آن زن را با کودکش رها کردیم، هر دو چشمای ما را کفته به 7 قبض زمین میگذارد. ایستگاه نوبتی رو بینیم چی؟ ممکن است که در همونجا فراماده باشند. زن کسل سخت بود و به مسافه دور رفتن نمیتواند کو. با جانان گفتنی دختر را باید پیدا کنیم. این به ما کم بود. کنی رفتیم تا منی به کوچه شروع نشده بار دیگر ببینیم. حداقل رسم میمون دخترک در دستمون نبود. در یک وجه دستیم میگوی در شب سوزن میکوبیم. تو سوزن نه، بلکه آدم رو میکوبی. رفتیم. مادر، بحری برآمده رفته است. کجا رفته است؟ نمیدونم، بیرون رفته است. اوید زود از پسش رو. دخترم تو هم بیاریدی. اوید ایست، همراه میرویم. مرحمت، هم اینجا می شود؟ نه، اینجا نمی شود. نگاه کن، جای ویرانه است. مرا به دیگر جا ببر. مایلش میبرم. تو را دوست می‌دارم، تو هم مرا. ما اویله‌ای شد و خورم میبوسیم. تو را باغوش میگیرم و میبوسم. تو هم مرا دوست داری، بگوی. تمام. برای چی نایستادی؟ بحری، تو در اینجا چیکار میکنی؟ مادرم در آنجا بیمار، تو باشه سرود میخونی. ما رفتیم، مگر تو گدو هستی؟ مگر حاضر وقتی سرودخوانی است؟ باز تو شرم نکرده روی مالت رو کشاده مونده ای. من با این پول به دادرم آن شیر میخرم. دادرم آن گرسنه‌اند. مادرم شیر داده نمیتوانند. بحری، ما رو سخت ترساندی. من برای خواهرم آن شیر میخرم، ولی این کارت رو تکرار نکن هایش. لیکن من گرفتن میخواهم.
فریدا زود باش به اینجا نرفتم اینجا میباشم زودتر داو جایش گذارید و از اون دیگر کس است. میدانم. من خواستم که به تو یاری دهم. من به یاری شما احتیاج ندارم. بیا از این طرف میرویم. شما در اون چیکار کرده اید؟ و مسجد و پای افضال نباید در روید. با پایم نه، با دستم نگاه کن و در جایت ایست. ما را کشتنی هسته؟ چی گپ است؟ مونه دکر بس سرمان بالون نوار مکه یو رفتی مکه بر رفیقم دعا کن وگرنه یگان شخص تو رو از دستم خلاص کردن نمیتونم. یو رفتی مکه رفتی به تربیت ها خدا جزای خوراک بسیار بولازد بود. تشکر. خوش شود. وقتی که معاشت را گرفتی احسان خوراک نکنی. معاش؟ با من معاش هم میدهند؟ البته با تمام خدمتچیان معاش داده می شود. عجیب. گنرال تو را معقول کرده است. امروز تو را همچون خدمتچی موقتی قید کرده است. باز با تو نام مانده است. عجم بیکس. نامی زیبا یافته هستم. عجم بیکس یعنی نامی من هم؟ بله. چیز؟ در حقیقت یکم چیز در یاد نمی آید. یکم چیز مادر جان
نهایت بیدار شدی؟ و مکتب دیر نمون. و تو نهاری تایید کردم. یگانجا میروی؟ بله، من به نزد پدرت میروم. نزد پدرم؟ ما چه کار میکنیم؟ غمگین نشو، همه خوب میشود. تو علکه کلان شده ای. من به تو باوری دارم. تو برادرانت را صاحبی کن. آنها را همیشه نگاه و بین کن. حلال کار و جسور شو. من با پدرت با تو فخر میکنیم. خدا همیشه با تو است. همیشه با تو است. مادر جان نروید. مادر جان نروید. مادر جان نروید. یگان مراتبا ندیدم، اما میرویم. از طرف ژاندارم هم با ما خبر دادم. اگر کماندیر کلیجیا بهت گفته باشد یافت می شود. این آخرین شب استراحت است. پگاه همچون طوفان به کار شروع می‌کنم. برای مرا نیز به این نقشه داخل کردنتان منت دارم. این چی گفت؟ ما از این بعد همیشه یک جای میشیم و پیشروی من تو هم شاهد میشیم. بخیر. در روزی آخری هر ما وا میخوریم. اما مادر جان حمزه تو در کجایی؟ مرا نجات ده. شکر خدا. مادر آتش‌زده خدا. بیرون بروید. خزید با بیرون بروید. زود باشین با بیرون بروید. زودتر.